آیا با طلبنده هایی که در راه هستند پول میتیم صدقه میشود یا نمیشود؟ بعضی برادرها از من سوال میکنن که همین طلبنده را پول میتیم، بعضی آدما ما را میگن که نتین که گناهگار میشین. مردم تاجیک ما از بس که برادرای عزیز خیر الحمدلله مسلمان که هستند، برحم که هستند، انا هر یک طلبنده را مقصد یک مبلغ میتن. لیکن از نگاه دین ما برادر عزیز، طلبنده وقتی که می طلبه و میخرد وای حلال نمیخرد. اگر یاد داشته باشین در دوره های حکومت سویتی از جوگی مقصد چایشان میدادن، نانشان میدادن، یگان متریالشان میدادن، همون وقت سودا دا میموندن مردم نمیخرید. میگفت که فقیری میاره، کمبغلی میاره، برای که مردم همیشه تعلیم کردن که وقتی چیزی را که آدم طلبید او دیگه حرامه، او را فروختن در اجازت نداره. برای همین در اسلام برادرای عزیز طلبیدن فقط برای 3 آدم درسته. یکم کسی که در گردنش خونبها، یعنی یک آدم برادر نافهمیده وقتی به قتل میرسونه با ماشین میزنش که میبره، در شریعت باید 100 شتر حق خونی همو گفته برده در صاحب مرده بتن. وقتی همین آدم که نداره برآمده به طلبه درسته، یا آدمی که قرض داره، یا آدمی که یک روزه خوراک نداره، انمیو طلبیدن در حق داره. یا یک نفری که بیچاره دستش کار نکنه، چشماش نبینه، پاش کار نکنه، یگان آدمی که ایرا در خانه تامین کنه نداشته باشد، اینها را میشود یگان سومک یاردم کنین. لیکن این نفرهایی که امروز برادرای عزیز طلبیدن کسب کردگیان، برای چی من بسیاری وقت میگم که همین کودکایی که میدوان پول میگن نتینشون که شما یک باره همونو را عیباد و بخار میبرارین، او آمخته میشوند، با همون سومیت میرود، تمامی کار میکنه، دیگر او کار به گردن نمیگیره، خواندن به گردن نمیگیره، فقط طلبیدن قطعی. برای همین هر کسی که اگر با راه طلبیدن میخواهد که زندگیش بهبود کنه یا میخواهد که همین را کسب کند، اینها را یاردم نکنین شما گناهگار نمیشین. اگر یاردم کنین گناهگار میشین. برای بگذار رفته کار کنن، برای مهنت کنن. این خیلی گپ نیست که فلان طایفه را اجازت که مثال برای بطلبه. من گفتم نفرهای کدام نفرها حق طلبیدن دارن، شریعت برای یا معین کردگی است.